حتما برای شما هم پیش اومده که بخواین عکس و فیلم هایی بسازید که تو مخیله هیچ کسی نمیگنجه، مثل همینایی که داره رد میشه و دارید میبینیدش. سلام، به آرهو تکنولوژی AI خوش اومدید. اینجا جاییه که ما به شما یاد میدیم از هوش مصنوعی های روز دنیا، تکنولوژی های روز دنیا و غیره استفاده کنید. و اگه به این حوزه علاقه‌مندید حتما ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو به آل قرار بدید. بدون اطلاع وقت بریم سراغ آموزش امروز که یک هوش مصنوعیه که هم میتونید باش به صورت رایگان عکس بسازید، هم به صورت رایگان ویدیو بسازید. بزن بریم. ممکنه همتون این هوش مصنوعی بشناسین، ولی خب با من همراه باشید چون آپدیت خفنی داده. وارد سایت هایلو AI.video میشین که لینکش هم توی دیسکریپشن هست، هم توی کامنت اول. روی بالا سمت راست ساین این کلیک میکنید و کانتینیو ویت گوگل رو میزنید. اکانتتون به راحتی ساخته میشه. وقتی اکانتتون ساخته شد و اجازه دسترسی رو بهش دادید، بهتون 500 کردیت رایگان اول میده که با این 500 کردیت میتونید 125 عکس یا 20 تا فیلم بسازید که من چون قبلا ثبت نام کردم یه مقدارش رو استفاده کردم. خب وقتی وارد شدید سمت راست روی گزینه ایمیج بزنید. اول آموزش ساخت عکسش رو بهتون بدم. ببینید من میخوام بهتون یاد بدم که چجوری پرامپت بهتری هم بنویسید. وارد چت جی پی تی میشین. من قبلا این آموزش دادم، سریع ازش رد میشم. چیزی که میخواین رو بهش بگید. مثلا من میخوام آمریکا پایتختش در حال سوختن در آتش باشه. ببینید با این کار ما پرامپت بهتری میگیریم و احتیاج نیست خودمون بشینیم پرامپت بنویسیم. البته توی ویدیوهای قبلی من بهتون یاد دادم چجوری این کار رو بکنید. پرامپت رو کپی میکنین، میایین اینجا توی این قسمت واردش میکنین. اینجا که نوشته add reference character، این چیه؟ شما میتونید یک کاراکتر رو، یک قیافه‌ای رو بهش بدید و با پرامپت‌های مختلف اون فرد رو توی جای مختلف بسازید. برای ویدیو سازی خیلی خوبه. فقط این رو بدونید که میتونید این کار رو بکنید. راحت یک عکس بهش میدین و مثل اون براتون میسازه. اینجا هم که مدل هوش مصنوعیه که فعلا فقط ایمیج 01 رو داره. از این گزینه شما میتونید سایزتون رو انتخاب کنید که من روی 16:9 میذارم و اینجا توی تعداد عکسی که میخواین که حالا من روی 5 تا میذارم و گزینه کریت رو میزنم. هولوش کمتر از 1 دقیقه برای عکس سازیش طول میکشه و بعد از 1 دقیقه 5 عکس فوق العاده برای شما میسازه. حالا من ویدیو رو میذارم رو دورتون تا این عکس ها ساخته بشه. خب همونطور که میبینید عکس های ما ساخته شد. وقتی روی اون کلیک کنم میبینیم که واقعا عکس های فوق العاده ای ساخته و عکس ها هم کوالیتی خوبی دارن که میبینید یکم تاره اولش برای اینکه ساعت نت من پایینه، ولی بعدش عکس های خوبیه به نظرم، واقع گرایانه است و میشه روش حساب کرد. حالا ما میخوایم ویدیو حالا بسازیم. من یکی از این عکس ها رو دانلود میکنم مثل این رو، برمیگردیم و میریم توی گزینه ویدیو. توی گزینه ویدیو ما 3 تا گزینه داریم: ایمیج تو ویدیو، تکست تو ویدیو و سابجکت رفرنس تو ویدیو که من هر 3 تاشو بهتون یاد میدم. اولیش ایمیج تو ویدیو. ببینید روی این قسمت کلیک میکنید، عکس مورد نظرتون رو بهش میدید. عکس که آپلود شد اینجا میتونید براش پرامپت بنویسید که چیکار کنه با این عکس، چجوری ویدیوش کنه، یا اینکه خالیش بذارید که من همون پرامپت عکس رو اینجا وارد میکنم. پایین سمت چپ مدل‌های هوش مصنوعیشه که 4 تا داره. حالا من براتون ترنسلیتش میکنم که ببینید چیکار میکنه. ببینید هایلو سفتو بهترینشه، کیفیت ویدیو فوق العاده است، پاسخش هم دقیقه. هایلو صفریه که کارگردان حرکات دوربینش واقعیه. یه دونه اجرای زنده داره برای شخصیت‌های زنده است و یه دونه هایلویی. ببینید به نظر من بهترینش هایلو صفر 2. من روی اون قرارش میدم و اینجا که نشه 768 پی 6 ثانیه. ببینید شما اگه روی 512 بذارید خب کردیت کمتری ازتون کم میکنه ولی اصلا ویدیوهای خوبی نمیسازه. پس روی همون 768 قرارش بدید و از این قسمت هم میتونید تعداد ویدیویی که میخواید رو وارد کنید که برای من همون یه دونه میذارم و آخر روی این میزنم. یه تایمی میبره تا درست شه. حالا من توی تامنیلم گفتم که بی نهایت میتونید ویدیو بسازید، اما حالا شما میگید که خب کردیت ها محدوده و بعدش چیا کنید. ببینید خیلی راحت یک جیمیل دیگه بسازید. حتی نمیخواد که شما آی پی تون رو عوض کنید. جیمیل جدیدتون رو که ساختین از این لوگ اوت کنید و با اون یه اکانت جدید بسازید. به همین راحتی
شما دوباره میتونید 20 تا ویدیو یا 125 تا عکس بسازید. پس خیلی راحته، شما فقط لوگ اوت میکنید و بعدش دوباره اکانت بسازید. حالا چجوری لوگ اوت کنید؟ ببینید روی این گزینه کلیک کنید، پایینش نوشته لوگ اوت، به همین راحتی لوگ اوت کنید. حالا 3 دقیقه زمان میبره تا ویدیوی ما ساخته بشه. من ویدیو رو میذارم بره جلو تا شما خروجی نهایی رو ببینید. همونطور که میبینید ویدیوی ما رو ساخت. البته اون رو ارور داد، من یه عکس دیگه بهش دادم برای اینکه تایم طولانی نشه. این ویدیویی که به ما تحویل داد. حالا گزینه بعدی که داره تکست تو ویدیو، ببینید میتونید با همون پرامپت خالی، من پرامپت خالی رو بهش میدم، به جنریت کلیک میکنم و وای میسم تا برام اون رو بسازه. من ویدیو رو زدم رفت جلو و این ویدیویی بود که برای ما نسبت به اون تکست ساخت. میبینید که واقعا کوالیتی خوبی داره و خوب تونسته در بیاره. اما گزینه آخر Subject Reference، ببینید توی عکسش هم بود، شما از رفرنس رو میزنید. ببینید من یه چهره قبلا بهش دادم، شما میتونید از اینجا آپلود چهرهتون رو آپلود کنید، ولی من همینو انتخاب میکنم و اینجا من بهش یک پرامپت میدم که در حال بستنی خوردنه یا مثلا در حال راه رفتن هر چی و جنریت میکنید. من دوباره ویدیو رو میذارم جلو تا اون رو هم ببینیم. میبینید که این ویدیویی که برای ما ساخت که این زن در حال بستنی خوردنه. این از آموزش امروز ما بود. اگر که دوست دارید این حوزه رو حتما ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، زنگوله رو روی آل قرار بدید، چون این کارتون تنها کاریه که باعث حمایت ما میشه. و تا یه روز دیگه و یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.